بچه‌ها یه ویدیو براتون آوردم، بریم با هم ببینیم. وای عروس تو چقدر کوچولویی، چند سالته آخه؟ 16 سالم. ای وای من چقدر زود میخوای بری خونه خودت آخه، چه خبرته؟ من 2 سال تو عقد بودم، قرار بود بیشترم بمونم. به خاطر اتفاقایی که افتادش مجبور شدم برم سر خونه خودم. به خاطر اتفاقایی که افتاده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ من که فکر میکنم اول کاشته بعد برداشته ها. نه ذهن من خرابه. بریم بقیه‌اش حالا ببینیم. بریم که میکاپت کنی؟ عروس خانم چقدر ناز شدی شما. مرسی. حالا که انقدر خوشگل شدی نمیخوای بگی بچه اینقدر عجله داشتی بری خونه خودت؟ یه شرطی داره. چه شرطی؟ برام باید آلوچه بخری. حالا میشه بهم بگی چی شد که انقدر عجله داشتی بری خونه خودت؟ چون که من حاملم. برگم. یه اتفاقی که افتاده دیگه. یادش بخیر دختره دهه 60 و 70 همسن سال تو کی بودن تست تیزهوشان میدادن، ولی امثال تو همه دارن تست بارداری میدن. طلا بودن، خدا شاهده.